آقا تو هم دوست داری بدونی که کفش جردن و لباس بارسا 2013 رو چجوری درست کنن تو مارکت؟ بیا بریم بهت یاد بدم. خب اول ردستون اینتر رو یه دونه از این چیزایی که داشتن آب می‌ریزن یه باکت آب و یه رنگ آبی و مشکی. خب اول بچه ما رنگ آبی رو میزنیم، بعدش مشکی میزنیم، دوباره بعدش آبی میزنیم، بعد اینا رو رنگ میکنیم. خب میریم سراغ چی؟ میریم سراغ اسپرینگ دیویل رو برمیداریم. حالا با این با ردستون روشو میندازیم. خب بعد الان میریم و قشنگ لباس بارسا 2013 رو داریم و حالا میریم سراغ کفش جردن که خیلی آسان تر از اینه و قول بدین که چنل من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو هم لایک کنید. خب میریم سراغ این. بعد اول این تر رو میزنیم یه نظرهایی که یه کفش آهنی و بعد ما یه کفش جردن خیلی خفن داریم. کوالیتی رو میبینیم، صاحب کن.